یکی از مریدان آمد پیش پیر خود، گفت دوست دارم رسول الله را خواب ببینم، دوست دارم شبی از شبها چشم من به دیدار رسول معظم اسلام بیفته. این پیر وقتی نگاه کرد برای مرید خود گفت که فرزندم امشب برو غذاهای شر بخور، شر، هر غذایی که داری غذاها را شر کن، وقتی غذا را خوردی آب ننوش، تشنه بخواب. مرید رفت غذای شر را خورد و بعدا تشنه خوابید. او را از تشنگی خواب نمی برد و فکر آب و دغدغه آب خود را از این پهلو به این پهلو میکنه. خوابید چون به فکر آب بود. نهر آب را خواب میبینه، شرشر آب را خواب میبینه و بین آخر صبح از خواب بیدار شد و رفت پیش پیر خود گفت که پیر بزرگوار، شما به من گفتیم که این کار بکن، من این کار را انجام دادم ولی من تا صبح آب خواب میدیدم. پیر گفت ماشاءالله. گفت فهمیدی فرزند من؟ گفت همون طوری که تشنه از غم آب خوابیدی، به همون تشنگی که از غم رسول الله خوابیدی رسول الله در خواب تو میاد. آیا شده که یک شب در بستر بریم از عشق رسول صلی الله علیه و سلم ما را خواب نبرده باشه؟ یک شب از این پهلو به این پهلو شده باشیم که ما که رسول الله را در دنیا ندیدیم، ما از زمان رسول الله فاصله گرفتیم. آیا این لیاقت به ما خواهد بود که در حشر رسول الله را ببینیم؟ آیا این لیاقت به ما خواهد بود که ما در حشر در کنار رحمت للعالمین محشور بشیم؟ عزیزان من، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. ای پیغمبر، تا زمانی که تو در بین کفار باشی عذاب به کفار نازل نمیشه. حالا من این را میگم، در قلبی که محبت رسول الله باشه، در دلی که عشق رسول الله باشه، در قلبی که خشیت الهی باشه، محبت الله باشه، معرفت الله باشه، هیچ وقت به او قلب مریضی